زمان آقایون ما زمان در این برنامه کجا داریم این چه این اومد که دوباره آقا دست شما درد نکنه. سلام علیکم. متشکرم احمد جان. آقا مخلص. اینو کجا دوباره پیدا کردی؟ این یه چیزایی تشه که خورده بود. سلام اسماعیل. دستش مال شما. آقا اون چی اونجا؟ آقا یه دقیقه وایسا. ما الان پارسال نیستیم، ما امسالیم 1 2. ما اونجا نیستیم، ما آوانویم 3. 1 رو گفتم؟ نمیدونم مهم نیست، ولی مهم هدفه. کجا چجوری پیدا کردی اینجا رو؟ من از سری قبلی تا الان دنبال شما دویدم تا شما رو تعقیب کردم اومدین اینجا. با تمام عواملم دوست هستم. ابراهیم جان بی جلوی ذره ببین چی کار کردم. ابراهیم جان قصه بگید فقط تا این هست بزن به افتخارم. تولدش مبارک. بله آقای باربود بابایی چی میخوای از جون من؟ اولا که این چیه برداشتی آوردی تو استودیو لیوان یه بار مصرف خالی، قندش هم مال آقای آسرایی. چیه با قند بخوره؟ خالیه؟ آره دیگه خالیه دیگه. خودشم پرش کنه. ببین یکیش خالی بود یکی خورده قبلا. اینو از جلوی بچه‌ها تو اتاق فرمان برداشتی؟ چایی هم دوش هست. ببخشید حواسم نبودش. مصطفی روستایی داشته چایی رو میزده از جلوی آقای مصطفی روستایی کارگردان تلویزیونی برش. آقای عزیز چی میخوای از جون من؟ چقدر شما خوش لباسشون ابر با 2 ماه خورشید و فلک در کارن. تو نانی به کفاری وقت نداریم. این برنامه 20 دقیقه است. چی میخوای؟ من تا از دوستان من هستن که کلیپ فرستادم، فیلم فرستادم. این منوچ عزیزم اینجا همینجا یکی از دوستانم هستش که قراره که اول بشه تیتراژ بخونه خیالت راحت ما بشه. دیدیم فیلمشو بابا همون قضیه دیگه. هیچی کدوم قضیه؟ بابا میدم هادی دمیرچی الان باهات صحبت کنه محکما. اگر اینجوری بشه منو داور با هم میبرینو. تحویل بگیر. من آقا این ویدیو چیه؟ یک چند تا دوستانم هستن. منوچ عزیزم، منوچهر گلم، قراره که فیلماشو با هم دیگه ببینیم. خیلی حرفه‌ای هستش. ابراهیم جان بیجا آقا یه دقیقه وایسا، وقت نداری. نکن اوی جان نه. آقا یه دقیقه بریم. یه دقیقه بریم ببینیم چی این آورده، بعد راجع به صحبت نمیدونم مهدی. یعنی اگه مسئله من توضیح بده. بابا همون نصف. آقا اتاق فرمان یه دقیقه بریم ببینیم این چیه. منوچ چیه؟ بریم منوچ که بریم یه دقیقه ببینیم. برام خدا بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما دوستداران برنامه 90. کلا هفته گذشت هفته واقعا حساسی بود. خیلی میگفتن تیم پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ نم چتر و خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. ماممون داده این سفر و نمومه اصل کنم هوایی که در تو نفس میکشی دارم روی رو حس میکنم تو رو تو هر شب خودم. من عاشق همین احساس تو شدم. آن منی که نگیر دلم واسه دیدن تو داره میره دلم. بغلم کن ازم همه چی رو بگیر. ماشالله خیلی حرفه‌ایه. این خواننده نفر اول آوانو هسته. شما میتونین بهش رأی بدین. قبول، نیازی نیست رأی بدین. این 4-5 تا ویدیو بود، کدومو داری میگی؟ یکیشو قبول کن. همش منوچ. بله یعنی اینایی که به شما اینا همه منوچن؟ بله اونایی که پول دادن منوچ هستن. پول چی؟ نمیتونیم اسمشون رو ببریم. آقا من اینجا اعلام کنم اجازه بدین. نصف بله فریدون شما نه فریدون تو نرسید. یعنی وارد این بازی کثیف این آقا شدی؟ من آقا اجازه بدین. الان بحث حیثیتی شد. نه بحث حیثیتی. من یه چیزو توضیح بدم. در برنامه آوانو پارسال هم این صحبت‌ها شده بود. در برنامه آوانو هیچ کس هیچ هزینه‌ای پرداخت نمیکنه. این برنامه رایگانه. به شما نمیدن. چی میری پول میگیری؟ به ما دادن گفتن ابراهیم جان بی جلو
نکن ببین آقا نه یا آقا تمام سندتون دادن گفتن قبولش کنیم. اپلیکیشن خودتو درست نرم اپلیکیشن نه نرم افزار خودتو نرم افزار من بیا بگم برو بیرون قبولش کن. بیا برو بیرون یعنی پشت قبول نکنی این سری بیا میریزم به هم همه ماشون چیزی نگاه میکنی تولد مبارک بیا برو بیرون قبولی باشه قبولی بیا با برو خیال راحت برید بیا برو 62 ها ببخشید اینو ببر آقا بیا این چایاتو ببر چایاتو رو ببر برو از برو بیرون آقا من خیلی عذرخواهی میکنم دوستان هیچ هزینه‌ای بابت آوانو پرداخت نمیشه آوانو برنامه‌ای برای جوانان خوش صداد خوش لحن با حال و با صفای ایرانی ما که برو بیرون ادامه شد